سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوش و زندگی به کامتون باشه. رستا هستم، میزبان و همراه شما در کانال داستان سرا. لطفاً اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک و در آخر نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید. راستی اگه عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید. ممنون از همراهی شما. تموم دنیا و آرزوهام تو اون خلاصه می شد. از صمیم قلب دوستش داشتم. من کاخ رویاهامو با خشت وعده های پسری بنا کردم که حاضر بودم قلبمو زیر پاش بذارم و جونمو براش بدم. اما سامان خیلی راحت فریبم داد و سیاه و بدبخت شدم. مشکل من از 2 سال قبل، زمانی که به بهونه درس خوندن به خونه دوستم میرفتم و با اون تو خیابونا پرسه میزدیم شروع شد. یه روز با جوونی به نام سامان آشنا شدم. تعریف و تمجیدهای همکلاسی از تیپ و قیافه این پسر جوون منو بیشتر شیفته و دلباختش کرد. من در مدت کوتاهی به اون وابسته شدم و تقریبا هر روز همدیگر رو میدیدیم یا با هم صحبت میکردیم. مادر سامان از رابطه ما خبر داشت و چند بار تلفنی با هم صحبت کرده بودیم. اما یه روز پسر مورد علاقم گفت خواهر بزرگش از تهران به مشهد اومده و میخواد منو ببینه و کمی در مورد آینده صحبت کنه. با خوشحالی همراه اون به خونش رو رفتم. ولی از لحظه‌ای که به داخل آپارتمان پا گذاشتم متوجه شدم کسی در خونه نیست. سامان گفت چند دقیقه منتظر باش، الان مادر و خواهرم میان. اونا رفتن برای تو هدیه بخرن. اون با یه لیوان شربت از من پذیرایی کرد. چند دقیقه بعد سرگیجه عجیبی گرفتم. پلکام سنگین شد و دیگه نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. وقتی به هوش اومدم متوجه شدم داخل خودروی سامانم. اون با گریه و التماس میگفت تو همسر آیندمی، نگران مشکلی که به وجود اومده نباش. ما خیلی زود با هم ازدواج میکنیم. با توجه به مشکلی که برام به وجود اومده بود به خونه رفتم و این موضوع رو از خانواده‌ام مخفی نگه داشتم. 2 ماه از این ماجرا گذشت. فهمیدم باردار شدم. من با سامان تماس گرفتم و گفتم با توجه به وضعیتی که به وجود اومده هر چی زودتر باید به خواستگاریم بیای. اون هم پیشنهاد داد یه هفته بعد با مادرش توی یه پارک قرار ملاقات بذاریم و در این باره صحبت کنیم. اونا سر قرار حاضر شدن. مادر سامان گفت ابتدا باید بچه‌تو سخت کنی چون این بچه آبروی همه رو میبره. من به تو قول میدم که خودم تو کمتر از 2 ماه شرایط ازدواج شما رو فراهم کنم. اونا با این وعده هایشون منو با خودشون به خونه‌ای در حاشیه شهر مشهد بردن و عمل سخت جنین رو انجام دادیم. اما با حال و روزی که داشتم به محض اینکه به خونه برگشتم مادرم متوجه غیر طبیعی بودن حالم شد و موضوع براش تعریف کردم. ما بلافاصله به سراغ سامان و مادرش رفتیم. اما اونا خونه خودشونو تغییر دادن و هیچ شماره و نشونه ای از اونا نداریم. از تموم دخترای جوون خواهش میکنم از لبخند هوس، قول و قرارای خیابونی دوری کنن و تو هر مسئله‌ای با پدر و مادر خودشون مشورت داشته باشن تا دچار مشکل نشن.